خوردنش محرومی، به تو نمیدن ولی صادرش میکنن کشورهای آمریکایی اروپایی. چرا مردم ما باید از این نمک محروم باشن؟ برید توی سایت آمازون ببینید نمک آبی ایران رو به چه قیمتی دارن توی آمریکا و اروپا میفروشن. بعد مردم ما اصلا از وجود این نمک بیخبرن. وقتی بهشون میگیم نمک آبی داریم ما برای فروش تعجب میکنن، میگن نمک آبی چیه دیگه، مگه نمک آبی میشه؟ این نمک آبی ایران رو دارن صادر میکنن کشورهای آمریکایی اروپایی، بعد میان بیانیه میزنن که نمک آبی سمیه، برای مردم ایران ضرر داره، برای آمریکایی ضرر نداره. بعد توی ایرانی این نمک تو کشورت از خوردنش محرومی که هیچ، تازه شاید تو همین الان که این ویدیو رو دیدی حتی از وجودش هم بیخبر بودی. اطلاع رسانی بکنید، کشور ما بهترین نمک دنیا رو داره. این نمک بهترین و سبکترین نمک تو کل دنیاست. سرشار از پتاسیمه که میتونه فشار خون رو درمان بکنه. پیرمرد 90 ساله با فشار 24 این نمک رو بخوره فشار خونش کاملا درمان میشه و حتی قرص فشار خون هم نباید استفاده بکنه دیگه. نمک آبی ضد افسردگیه. نمک آبی پتاسیم داره، میتونه فشار خون، مشکلات قلبی عروقی رو درمان بکنه، میتونه سنگ کلیه رو درمان بکنه، میتونه نارسایی کبد رو درمان بکنه. این نمک بهترین نمکیه که هر موجود زنده‌ای روی این کره خاکی میتونه استفاده بکنه. ولی تو